سلام خدمت همکاران. برای اینکه مشابه این کلیپ رو بسازید داخل مرورگرتون سرچ میکنید هیجن. اولین سایتی که میاد heygen.com هست که وارد سایت میشیم و روی این گزینه کلیک میکنیم. از این قسمت با جیمیل خودمون وارد میشیم و روی این گزینه کلیک میکنم. اینجا سری سوالات از من میپرسه که من جواب میدم. وارد یه همچین فضایی میشید که از قسمت کریت ویدیو به این صفحه هدایت میشید. برای گزینه اد که بزنید از این قسمت زبان فارسی رو باید انتخاب کنید. پرشین رو انتخاب میکنم. این قسمت این صدای خانم هست و این صدای آقا که من این گزینه رو انتخاب. از این قسمت باید متنتون رو به زبان فارسی وارد کنید. بعد از اینکه متنتون رو نوشتید از این قسمت میتونید یه بار بشنوید تا اگر اشکالی داشت بتونید رفعش کنید. یه بار با هم میشنویم. سلام، با آموزش هوش مصنوعی هیجن در خدمت شما هستم. بله، اینو خودتون هر متنی که وارد کردید میتونید حالا یکی دو بار تست کنید، اگه موردی بود اصلاح کنید. از قسمت استودیو آواتار شما میتونید شخصیت رو انتخاب کنید که شخصیت‌های مختلفی داره. برای مثال من این آواتار رو انتخاب میکنم و در نهایت سابمیت رو انتخاب میکنم. این سایت به شما 2 کردیت یا اعتبار میده که با هر کلیپ نیم کردیت از اعتبار شما کم خواهد شد. خب من دوباره سابمیت رو میزنم و منتظر میشم تا کلیپ رو برای من آماده کنه. بله، کلیپ من آماده است و میتونم اون رو تماشا یا دانلود کنم. قبلش یه نکته بگم، از قسمت بالا کنار کریت ویدیو اینجا اعتبارتون رو میتونید مشاهده کنید که من با این جیمیلم یه کلیپ دیگه میتونم بسازم.